خاموشش کن از آتیش خاموش کنه 7 با آتیش خاموش کنی که رفت. پماد سوختگی رو بیار، داره میسوزه. صدای آتیش خاموش کن. بله، این صحنه هایی که هر سال در شب چهارشنبه آخر سال همه با ازاد دلتنگیم. برای عبور از این تنگنا به سراغ پلیس خانواده آمدیم. دوستان، این شما و این سرهنگ رنگ. آقای مهندس خوب کردی اومدی. بله خیلی متشکرم. کورک هستم، پلیس خانواده. خیلی خوشحالم از اینکه تو برنامه شما شرکت کردم و عرضم به خدمت انورتون که ما در زمینه اطفاء حریق کارهای زیادی کردیم. همین تنگه‌هایی که شما میگفتین ما یه راهکارهای انتخاب کردیم که خیلی راهگشاده. همین زمینه مثلا در زمینه هنری ما کتاب دخترک کبریت فروش از همه کتابخونه‌ها چیکار کردیم؟ جمع کردیم که خود دخترها هم فرستادیم بسیج دارن شعله زرد می‌کنن. یا مثلا در زمینه سینما فیلم میسیسیپی میسوزد، به محضی که وارد شد ما رفتیم جلوشو گرفتیم و خواستیم اونجا اطفاءش کنیم که گفتیم که میسیسیپی میدوزد. گفتن که نمیدوزد. گفتیم پس میسیسیپی بیت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 
و زغال و آتش و اینا رو بذارن کنار که خلاصه خب بعدش تزریق میکنن در همبستگی با نیروهای انتظامی. ما این کارا رو کردیم. شما چیکار کردین؟ ببخشید منظورتون رو نمیفهمم. من خودم هم الان نمیفهمم دقیق. در زمینه خانواده که کار اصلیتون هست شما چیکار کردید؟ خانواده فرمودید خانواده خوبن الحمدلله، بد نیستن، دستبوسن، همه اهل بیت، اتفاقا سلام رسوندن، دوست داشتم بیان خدمتتون، مخصوصا ناصر کوچیکه خیلی داشت می‌خواست بیاد پیش شما و جنات و سکنات و این خلاصه این سبک کارتون رو ببینه و خیلی خوششون میاد. بله اطلاع دادن که بی‌رده‌ای از همین دور و برا خودشون رو به ما تواصل داد. ببینیم که چه سوالی درباره آتش و محصولات جدید او دارند. الو 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 شما نگید الو الو میگم شما نگید الو. من پلیس خانواده هستم، هر کاری دلم بخواد میکنم. تو نمیتونی برای من تعیین دلیل کنی من چی بگم چی نگم. که من خودم میدونم چی باید بگم. الو چی جواب نمیده. خب بله از بس گفتی الو که تماس قطع شد. بله تماس بعدی از اون دورا. الو ببخشید من یه بچه 6 ماهه دارم که عرق سوز شده، میخواستم ببینم که پلیس خانواده چه درمانی برای اون در نظر گرفتن و اینا. بله خیلی متشکرم. الو بله خیلی سوال خیلی خوبی بود برای بینندگان عزیز و مخصوصا برای خود شما هم خوبه. به محض رویت همچین صحنه‌ای سریع بچه رو دستگیر میکنید، یه گاز اشک‌آور میندازید تو قنداقشون و بعد سریع زنگ میزنید به سعیده. من خودم به شخصه میام خدمتتون و اونجا من میدونم اون بچه. بله خیلی متشکرم. میخواستم ببینم که به عنوان آخرین سوال برخورد پدر مادرها با بچه‌هایی که دنبال حریق و چهارشنبه سوری خانواده‌سوز هستند چجوری باید باشه؟ برخورد باید کاملا قاطعانه و به تندی برخورد بشه. یعنی کاملا قاطعانه باید با بچه چیکار کرد؟ برخورد کرد. مثلا الان شما فرض کن که بچه منی، خدا نکنه به محض اینکه شب اومد خونه مشاهده میکنی که یا متوجه میشی که بوی دود میده. این یعنی چی؟ تو ترافیک بودم. نه این پدر سوخته بازیته. ترافیک کجا بود؟ اینجا پدر مادرها باید هوشیار باشن که علاوه بر اینکه خودش سوخته میخواد پدر خانواده رو هم چیکار کنه؟ بسوزونه و باید باش در لحظه برخورد قاطع بشه. ولی من آتش بازی نکردم. الان گرمی حالیت نیست. از درون سوختی. باید برخورد قاطع بکن. الان تو بیا جلوتر. چیکار میخوای بکنی؟ من باباتم، نترس. من باباتم. میخوام پدرانه بهت چند تا نکته رو بگم برای بیننده هم خیلی خوبه. مثلا تو میری براش دیگه. بله من دیگه عرضی ندارم چون خیلی پدرانه حریق رو اطفا کردم و ولی من بوی دود نمیدادم. اگه اهل قصه نیستی ای که شادی